قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتار 34. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. پیدایش مناسبت‌های فئودالی در آسیای میانه. طایفه‌ها و خلقیت‌های آسیای میانه در عصرهای 4 و 5 میلادی. نام شاه خیانیان گرومبک ممکن گفت از زبان ایرانی آمده است و معنای آن پشتیبانش بهرام می باشد. امیان مرتسیلین می نویسد که پسر گرومبک جوانی بود خیلی بالاتر و زیباتر از همسالان خود. از بس که خودی همین مؤلف افت گونها را بیزیب و نمودی آنها را بدهیبت و دلناکش گفته است، ما می توانیم پیروی آن محققانی باشیم که این طور می گویند این جوان از خیانیان است و مادامی نویسنده غرب حسن او را تعریف کرده باشد، پس وی به گونها قرابتی نداشته است. علی خصوص تصویر مراسم دفن خیانیان نهایت مهم است. از روی نقل امیان مرتسیلین جسد شاهزاده را که در جنگ کشته شده بود با سر و لباس و اسباب و اسلحه جنگی آرا و تارا داده در میانجای صوفه وسیع بلند ماندند. در اطراف آن 10 تابوتی چیدند که اندرون هر یکی آن هیکلی مرده‌ای بود و هیکل‌ها چنان ماهرانه ساخته شده بودند که از مرده حقیقی فرق نداشتند. در مدت 10 روز مردم دسته به دسته و خیمه به خیمه تقسیم شده ضیافت می‌خوردند و مرده شاهزاده عزا گرفته مرثیه های مخصوص می‌خواندند. زنان باشند لابه کنان و نوحه کشان این آرزو و امید خلق را به آخرت گسیل می‌کردند. بعد مرده را سوزاندند و استخوان آن را در ظرف نقرگینی انداختند تا اینکه وصیت جوان را به اجرا رسانده تربت او را در وطنش به خاک سپارند. در ادبیات علمی اشارت هست که عنصرهای این طرز دفن در خوارزم هنگام حفریات دیمنه‌های کینگ قلعه و کهنه ایاز پدید آمدند. در اینجا صوفه‌ای بلندی وسیع یافت شد که در بالای آن زمان گلخن کلان افروخته بودند و در اطراف گلخن استخوان آدمی یافت شده است. در پهلوی استخوان پاره روی هیکل گیلی آدم به دست آمد که رنگ داده شده است در کینگ قلعه. غیر از این در دخمه کهنه ایاز پاره مجسمه گیلی آدم یافت شد. انیخترش دست هیکل که با اصولی به قالب آهنین پیچاندن لطه گجالود ساخته شده است. این بازیافت و دیگر مشاهده ها به اکثر عالمان سویتی امکان دادند تخمین کنند که وطن خیانیان ساحل های ارل است و این تخمین به حقیقت خیلی نزدیک است. ولی فراموش نباید کرد که بعضی عنصرهای مراسم دفن که به مراسم دفن خیانیان شباهت دارد در دیگر جایهای آسیای میانه هم یافت شده‌اند. موافق خبری سالنامه های خطایی در شی ناحیه تاشکند بینای بوده است که در میانجا صوفه بلند داشته است. هر سال در این بینا
مراسمی عظامی شده است. در صوفه بلند ظرف طلا را می گذارند که اندرون آن خاکستری جسد والدین والی هست. بعد آن ظرف را در گرد تخت می گردانند و گل و میوه می پاشند و والی و اشراف را گوشتی قربانی می دهند. در فرغانه، در ناحیه های مجرای مابین سیردریا و در ساحل های ارل همراه مرده به گور بت‌های خردی گجی می گذاشتند. خلص از دید نویسنده عصر 6 سوریه بیملال دست کشیدن ممکن باشد هم، ولی برخلاف وی یگان نظریه مکمل پیدایش خیانیان را پیش گذاشتن از امکان بیرون است. فقط همین را انیق گفتن ممکن که خیانیان پیش از همه قبیله های ایرانی زبانی آسیای میانه بودند. درباره پیدایش و شرایط اتنیکی هیتاریان معلومات خیلی زیاد هست، ولی افسوس که از این سودی نیست، زیرا اکثر معلومات ها خلاف یکدیگرند. پراکوپی کیسارسکی که هیتاریان را گونهای سفید نامیده است می نویسد: گرچند هیتاریان از طایفه گونهایند و چنین نام دارند، ولی با آن گونهایی که ما می دانیم هیچ ارتباط و مناسبتی ندارند، زیرا کشوری آنها هم حدود گونها نمی باشد و آنها در قریبی گونها ساکن نیستند. آنها مثل دیگر طایفه گونها کوچمنچگی نمی کنند و از دوره های قدیم در زمین های حاصلخیز به طرز مقیمی سکونت دارند. در بین تمام گونها آنها یگانه طایفه می باشند که پوست بدنشان سفید است و سیمای زیبای دلکش دارند و مثل دیگر گونها کیمچخیل وحشیانه زندگی نمی کنند و در اطاعت یک پادشاه می باشند. دولت قانونی دارند و در مناسبت بین خود و همسایگان خود بهتر از رومیان و فارس‌ها عدالت را رعایت می نمایند. به همین طریق پراکوپ کیسارسکی هیتاریان را از گونها انیق جدا می کند و نه فقط خلقهای گوناگون بودن آنها را تأکید می نماید، بلکه گوناگون بودن آنها را به تفصیل اساسناک هم می کند. البته به چنین معلومات مفصل و اساسناکی یک سرچشمه معتبر بهای لازمه ندادن نادرست است، ولی در عین حال گفتن لازم که از این خبر درباره پیدایش هیتاریان هیچ گونه معلومات گرفتن نمی توانیم. در سرچشمه های خطایی آید به پیدایش هیتاریان چندین عقیده بوده، بین آنها موافقتی نیست. معلومات مأخذ های خطایی را به نمودهای زیرین تقسیم کردن ممکن: ا. هیتاریان یکی از طایفه های یوجی ها. ب. هیتاریان شاخه قبیله های گاگیوی های ترک. و. هیتاریان از قبیله های چیشی ترفان برمی آیند. گ. هیتاریان اولاد کنغوی. یکی از قدیمترین مؤلفان خطای درباره پیدایش هیتاریان نوشته است: مدرکات کشورهای دورادور و خلقهای به زبان خارجی گپ زننده که راجع به دوره‌های بی‌نهایت قدیم می باشند نادرست فهمیده شده‌اند و تحریف گردیدند. پس ما نمی‌دانیم که اصلی واقعیت چگونه بود. با این راه حل مسئله پیدایش هیتاریان امکان ندارد. عالم حاضر زمان یاپانیا ییناکی همه این عقیده ها را مفصل و با کمال کاردانی تدقیق نموده مجبور شد به همان خلاصه بالایی آید، یعنی مؤلفان خطای پیدایش حقیقی هیتاریان را نمی‌دانستند و عقیده آنها عادتاً کتابی بوده، از هوا گرفته شده‌اند. عالمان اروپای غربی اساساً عقیده های گوناگون مأخذ های خطایی را در نظر داشته درباره نسبت اتنیکی هیتاریان
نظریه های بسیاری پیش نهادند. بعضی آنها هیتاریان را اولاد یوجی ها می گویند. به عقیده بعضی ها هیتاریان از گون ها پیدا شده بودند. سیومی ها می گویند که هیتاریان قبیله های قدیمی ترک یا مغول می باشند. موافق عقیده هیتاریان از طایفه مردمان ایرانی زبان برمی آیند. به قول بعضی محققان هیتاریان خیانیان نی بلکه تماما یک طایفه دیگران باشند. می گویند که هیتاریان و خیانیان یک طایفه اند و یا خود هیتاریان صنف حکمرانی خیانیان می باشند. متریال های موجوده را از نظر گذرانیم. لینگویست ها کیها باز مشغول تحلیل نام و اصطلاحاتی می باشند که به هیتاریان علاقمندند. در سرچشمه های گوناگون هیتاریان غیر از نام گونهای سفید باز نام های بسیاری دارند که خود همین باعث مشکلات کلان است. در مأخذهای سوریانی نام آنها ابدال یا ابتلیت، در مأخذهای یونانی زبان ابدیل یا افتلیت، در مأخذهای ارمنی هپتال، ایدال و تیتال، در زبان میانه فارسی یفتال و هفتال، در زبان عربی هیتال و یفتال، در زبان تاجیکی و فارسی هیتال و هیتال، در مأخذهای خطایی ییده و یدیین. غیر از این باید گفت که در مأخذهای پهلوی و زردشتی آنها را خیانیان، در هندی خونا نامیدند و مأخذهای عربی آنها را با ترک ها و مأخذهای ارمنی با کوشانیان آمیخته کردند. التخایم کوشش دارد که برآمد کلمه هیتاری را بر ریشه ترکی علاقمند کند که آن به معنای کردن می آید، ولی این زوری بیهوده است و اساسی ندارد. باز یک عقیده هست که هیتال از کلمه فارسی هفت برآمده است. هنوز در عصر 10 بلعمی نوشته بود. هیتله جمعی هیتل است و در بخارا زورمرد را گویند. به زبان بخارا هتای قوت است و هیتل مربی آن می باشد. در حقیقت در زبان شرق ایرانی خوتن و سکایی کلمه به این مانند معنای جسور و دلاور دارد. از خط روی تنگه های هیتاریان آید به مسئله های به ما دخلدار معلومات زیرین را گرفتن ممکن. هیتاریان خود را خیان می گفتند، پس آنها یکی از شاخه های خیانیان بودند. از روی خطی تنگه ها معلوم شد که زبان رسمی آنها در ملک های تخارستانی خود باختری بوده است. در روی تنگه ها بیشک عنوان های باختری ثبت گردیدند. اینچنین در مسئله به دو تقسیم بودن هیتاریان نیز توقف کردن لازم. این مسئله را در ادبیات حاضره بیلی خیلی دقیق و مفصل تدقیق نموده است. مبدأ ملاحظه های وی متن های پهلوی بودند. در جاماست نامه درباره محاربه ایران و خیانیان سفید روایتی هست. بعد در آخر مژده می آید که شاملان کثافت، دیوان و خیانیان مثل آن که سرما برگ از بون کند از بیخ و بون کنده شده. در بهمنیشت باشد برعکس از شکستی ساسانیان گپ می رود. دولت و حاکمیت نصیب آمیان گردید و آنها خیانی بودند و ترک، هیتاری بودند و تبابتی، کوهستانی بودند و خطایی، سغدی بودند و ویزنتی، خیانی سرخ بودند و خیانی سفید، ولی ایرانی نبودند. آمیان پادشاه ایران شدند، پادشاهی میهنی من شدند. اینک اگر در متن اول فقط سفید خیانیان
به نظر رسد، در متن دویم هم خیانی پیش از ترک ها هم سرخ خیانیان، قرمز خیانیان و هم سفید خیانیان هستند. به عقیده شارح بهمنیشت، نام سرخ خیانیان از سرخ بودن کلاه، زیره هوجوشن و بیرق آنها برمی آید. در مأخذهای هندی هم به سرخ یا خود تیره خونایان و سفید خونایان اشارت هست. خاطر نشان می نماییم که در مأخذهای هندی خونا این نام هیتاریان است. نهایت در داستانی که عصر 7 به زبان ختن و سکایی تألیف شده است، خلق نام برده می شود که ترجمه نام آنها سرخ کلاهان است. به عقیده بیلی این طایفه سرخ خیانیان می باشد. به این مناسبت مدرکات مأخذهای غرب را نیز مورد استفاده قرار دادن لازم، زیرا آنها هم نام گونهای سفید را بسیار آوردند. در عین حال مؤلفان ویزانتی درباره کیمچخیل قرمیخیان ها سخن راندند. به فکر بیلی این هم آن قرمز خیانیان می باشد که در متنهای پهلوی نام برده می شود. ما درباره این دو طایفه هیتاریان قریب که چیزی را نمی دانیم که آنها دو طایفه بودند و در یک اتحاد قبیله داخل می شدند یا خود در داخل یک قبیله تام یک نوع طبقه بودند که از جهت اتنو انتروپولوژی فرق داشتند. جالب دقت است که در صورتهای روی دیوار افراسیاب در سمرقند که به قریبی کشف شده اند، آمد هیئت سفارت تصویر شده است و دو سفیر پیش از همه از جهت رنگ روی خود فرق می کنند، یکی سرخ روی، دیگری سفید روی. به عقیده لیفشیتز ممکن است این صورت را دلیل موجودیت سرخ خیانیان و سفید خیانیان حساب کنیم. حروفات هیتاریان ادامه بیواسطه حروفات کوشانی باختری بوده ولی نسبت به حروفات کوشانیان اندک مایلتر نوشته می شود. محض درباره حروفات هیتاریان سیواند زن نوشته است. زبان آنها از زبان دیگر مملکت‌ها اندک فرق دارد. شماره حروفات اساسی آنها 25 تا و آنها این حرفها را ترکیب داده همه گونه مفهومات را افاده می کنند. از چپ به راست می نویسند و می خوانند. آثار ادبی آنها تدریجاً می افزاید و شماره این آثار از شماره آثار مردمی سولی سوخت زیاد شده است. ولی عملاً از این آثار ادبی نهایت کم باقی مانده است. از جمله این آثار پاره‌های دستنویسی که در تاجیکستان شرقی یافت شده است به خط هیتاری می باشد. ظاهراً بعضی آنها به اثرهای 7-8 نسبت دارند، ولی تا به حال یگان متن پره معناداری خوانده نشده است. بعضی لینگویستان زبان آن متنها را سکایی و بعضی دیگران باختری می گویند. در شمال و غرب پاکستان در وادی دریای تاچی 3 کتیبه یافت شد که در سنگ کنده شده است. در سنگ یکم متن عربی و سانسکریت، در سنگ دویم متن باختری و سانسکریت و در سنگ سیوم که از 2 پاره عبارت است متن باختری و 2 سطر خط عربی هست. خط باختری با اصول شکسته مایل ثبت گردیده است. یک وریانت ترانسلیتراسیا و ترجمه آن پیشنهاد شده است. ترجمه چاپ شده این متن خامکی بوده، تنها کوشش است در ترجمه آن. سنه آن هم به دوره‌های خیلی ثانی تر از افتکار به عصر 9 میلادی نسبت دارد. ساخت اجتماعی و اقتصادی آسیای میانه قدیم.
در آسیای میانه از جمله آثار به دست آمده خط هیتاری کتیبه روی سفالپاره است که در زنگ تپه پدید آمد و در آن همگی یک قسمی 6 سطر باقی مانده است. آثار دیگری خط هیتاری کتیبه گرافیتی قراتیپه و اینچنین 2 سطر خط شکسته مایلی باختری افراسیاب می باشد که موافق دلالت کتیبه سغدی پهلوی آن نمونه خط رسمی هیتاری بوده است. باز یک آثار خط هیتاری کتیبه صورت دیوار دیمنه کافر قلعه کلخازآباد می باشد که درست محفوظ نمانده است. اصول خواندن کتیبه تنگه و گیمه های هیتاریان نیز از بسیار جهت بحثناک است. عادتاً این کتیبه ها را در اساس اتیمولوژی ایرانی تفسیر و توضیح دادن ممکن و خود همین دلالت به آن دارد که زبان هیتاریان شرق ایرانی بود. طرفداران عقیده گون و ترکی بودن هیتاریان این را در نظر داشته سببی در زبان هیتاریان موجود بودن کلمه های بیشک فارسی را الحال چنین شرح می دهند که زبان هیتاریان اصلا ترکی یا مغولی بود و بعد ایرانیان را تسخیر کردن آنها از زبان خلق آنها را مظلوم کرده بعضی کلمه ها به زبان هیتاری داخل شده است. از عالمان حاضره این عقیده را مثلا آلتخایم و پولی بلینک طرفداری می کنند. اشارت های مختصری که آید به زبان هیتاریان در مأخذ های خطایی هست اینچنین خیلی گوناگون معنی داد کرده می شوند. عملا یگان دلیل جدی نیست که زبان هیتاریان را ترکی یا مغولی گوییم. این زبان بیشک و شبهه زبان شرق ایرانی بود، ولی فقط من بعد دسترس گردیدن آثار آن تحقیق و تدقیق عمیق و مفصل زبانشناسان امکان می دهد که بسیار جهت‌های اساسی الحال ناروشن این مسئله روشن کرده شود. توصیف آثار خطی هیتاریان مقرر و مناسبت آنها با خلقیت‌های هیتاری معین کرده شود. در مسئله مکان پیدایش هیتاریان هم توقف کردن لازم. این خلقی پر اسرار که در تاریخ آسیای میانه، ایران، افغانستان، هندوستان و ترکستان شرقی اینقدر مقام نمایان داشت، از کجا پیدا شده باشد؟ در این مسئله هم از معلومات و مدرکات عمیق دیده نظریه بیشتر است. محققان گاه این و گاه آن معلومات مأخذهای خطایی را به اعتبار گرفته مکان پیدایش هیتاریان را گاه در آلتای، گاه در ترکستان شرقی و گاه در یگان موضع دیگر جای می دهند. نظریه از بدخشان بودن هیتاریان نو تازه است. هنوز سال 1951 برنشتام درباره اتنوگنز و تشکل دولتداری هیتاریان محاکمه رانده به 2 مرکز پیدایش آنها به موضع میانه و پایان سیردریا از یک طرف و از طرف دیگر به بالا آب حوزه امودریا اشارت کرده بود. سالهای 1955-1959 این عقیده برنشتام در تحقیقات عالم یاپانی ییناکی اساسناک کرده شد. ییناکی نه فقط تمامی متریال های موجوده را از دیدگاه تنقیدی تحلیل نمود، بلکه از مأخذ های خطایی مدرک های تازه آورد. خلاصه های ییناکی چنین است: زادگاه اصلی هیتاریان قریبی حدود شرقی بدخشان است. در مدنیت آنها بعضی عنصرهای ایرانی جای دارد. گومیلیوف هم عقیده از بدخشان بودن هیتاریان را طرفداری می کند، ولی به نظریه ییناکی یگان دلیل و اثبات نو ضم نکرده است. همین را باید گفت که این فرضیه هم در نهایت کار به مأخذهای خطایی تکیه می کند.
انیخترش به همان روایتی 31 زن اساس یافته است که گیمتوالا شکلی سانسکریتی شده کلمه هیتالی یا یگان تابش دیگری آن نام کشوری بدخشانی وجود دارند و پادشاه آن بسیار کشورها را تسخیر کرده است. ولی نیرازیک اشارت کرده است که این روایت به روایتی تاخت و تازهای یوجی ها هم نسبت داشتنش ممکن. مادام چنین باشد، این روایت دلیل شده نمیتواند که انتشار حکم هیتاریان از بدخشان آغاز یافته بود. نیرازیک دیگر جایهای سست عقیده ییناکی را هم نشان داده است و قیدهای تنقیدی او را قابل قبول گفتن ممکن. ولی همه این اهمیت اثر ییناکی را پست کرده نمیتواند. علل خصوص در ساحه مأخذ شناسی اهمیت آن نهایت بلند است. برای اثبات فرضیه از بدخشان بودن هیتاریان دلیل‌های نو در کار و آنها شاید به طفیل حفریات‌های ارخئولوژی دسترس می‌گردند. در ادبیات تو ریولوسیونی روس اینسترانتسیف دقت محققان را به آن جلب کرده بود که سغانه‌های سنگین مخخانه‌ها به همان سغانه‌های هیتاریان که از روی مأخذهای خطی معلومند خیلی شباهت دارند. لیتوینسکی مخخانه و دیگر خیل‌های سغانه از جمله گورهای خاکی را که در آنها مرده در تابوت‌های چوبین گرانیده می‌شدند، موافق خبری مأخذهای خطایی این مراسم در بین هیتاریان هم رسم بوده است و این چنین بعضی دیگر معلومات و مدرکات را آموخته به چنین خلاصه آمد که در تشکل قبیله های هیتاری، قبیله های ساکنی محل های دامنکوهی ناحیه فرغانه اهمیتی مخصوص داشتند، زیرا این طرز دفن محض در بین همین قبیله ها معمول بود. در ادبیات تاریخی سمیتی آید به پیدایش هیتاریان باز یک عقیده است. به عقیده تالستوف آنها ساکنی ساحل‌های ارل می باشند. در بیان آخرین وریانت این نظریه خود وی نوشته بود: گمان می رود که در عصرهای 4-5 ریزشگاه دریاهای امو و سیر مرکز دولت بربری خیانیان و هیتاریان بود که در زمینه قبیله های قدیمی سکایی و مسگیت ها تشکل یافته بودند و چطوری در بالا قید کردیم در ترکیب این قبیله بسیار عنصرهای گون ترک های شرقی به نظر می رسید. مدرکاتی که در بالا آوردیم نشان می دهند که ساحل های ارل برخلاف ادعای تالستوف هیچ وقت مرکزی دولت خیانیان یا هیتاریان نبود. درباره از ساحل ارل بودن هیتاریان هم معلومات نهایت کم است. از نقطه نظری تنقیدی دیده برآمدن فرضیه های موجوده ما را به گمان وادار می نماید که امکانیتی در وقت حاضره قطعیاً آن طرف استد، حتی به اندازه احتمالاً معین نمودن مکان تشکل هیتاریان نهایت کم است. مسئله نسبت اتنیکی هیتاریان گفتن ممکن روشن‌تر است، یعنی هیتاریان در زمینه کدام یک قبیله های زبانشان شرق ایرانی آسیای میانه به وجود آمده اند و در ترکیب آنها عنصرهای اتنیکی ترک ها موجود می باشند. پیدایش مناسبت‌های فیودالی در آسیای میانه. شما گفتار 34 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقلوف خوند. کارگردان شیرعلی نظری.